شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را تماشا دارید و امروز جمعه 26 اپریل است. من شالو گلخواجه هستم در خدمت شما. نخست مرور میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. وضع نامساعدی آب و هوا در تاجیکستان ادامه دارد ولی رفت آمد نقلیات در شهرهای دوشنبه چنوق برقرار گردید. ده رهبران کشورهای عالم در انجمن یک کمربند یکرو در چین گرد هم آمدند. پرزیدنت تاجیکستان این تشبوس را از لحاظ تاریخی پر اهمیت می‌داند. قابل قبول است چون که هدف پیش از همه احیای روحی تاریخی راه قدیمه ابریشم است. پدر رفت و فرزند در بدر شد و چرا تا هنوز میراث پدری یتیمان در تاجیکستان بحث برانگیز باقی میماند. تا 19 سالگی را رفته استی من خودم کار کردگیم، خودم گویا که این بچه را خودم به جای رساندگیم، یگان تایم را یادم کردگی نیستم. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. تاجیکستان از هر اوجی توجیک $50 و از هر سیاح خارجی $1 بوج دولتی میستاند. قانون در این باره امروز قبول شد. وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تغییرات به خاطر رشد سیاحی در کشور روی دست گرفته شده است. تصویب قانونی مذکور در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35,000 سوم است. مقامات در اجلاس پارلمان گفتند از ایرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن این قانون مبلغ را سپاریدند خراج ستانیدن نمی شود. اما بعد به اجرا در آمدن قانون خدمات زیدین سوری می تواند نرخنامه حج را بازبینی کند. بررسی این قانون در پارلمان بحث تند را به وجود آورد. در پی نامساعدی هوا و آفتهای طبیعی طی 3 روز است ناحیه کوهستانی ماسچو و چند دهه ناحیه عینی در انزوا قرار گرفتند. ساکنان میگویند هنگام بازگشت از خوجند و دوشنبه در نزد دهه ویشب در ماندند و منتظر باز شدن راه هستند. همین گونه روز گذشته صدها راننده و مسافران شهرهای دوشنبه خوجند از تاخیر در کارها برای برطرف کردن کوهپاره‌ها اظهار نگرانی داشتند. و دنبال شرکت ایرس گفت قسمت‌هایی که سنگریزه بسته بود باز شد و حالا رانندگان میتوانند از دو سمت حرکت را ادامه دهند. در این زمان شرکت هشدار داد که هنگام حرکت رانندگان باید هوشیار باشند. طبق اطلاع ایرس در بسیاری از قسمت‌های شمالی راه برف و باران باریده است و خطر سیل و سنگفرایی خیلی زیاد است. طبق معلومات رسمی در آفتهای طبیعی هفته اخیر در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان 5 نفر هلاک شدند. در نتیجه باران‌های سخت 6,000 نفر را از روستاهای آسیب پذیر به مکان‌های امن کوچانیدند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز در چین انجمن یک کمربند یکرو با اشتراک 10 رهبران کشورهای عالم از جمله پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد. پیشتر از این 13 اپریل امالی رحمان با خبرنگاران رسانه‌های چینی هم صحبت شده به تشبوس یک کمربند یکرو که سر سال 2013 از سوی رهبر چین سی جین پینگ مطرح شده است بهای بلند داد. ولی شماری از کشورهای غربی و کارشناسان محلی هشدار می‌دهند که هدف اصلی این تشبوس پیشبرد منفعت های استراتژی خود چین بوده. از احتمال دور نیست که این ممالک امکان بازگردان قرضهای هنگفتی چین را پیدا نکنند. کیومرثیت تو موضوع را ادامه می‌دهد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید تاجیکستان بر این نظر است که تشبوس یک کمربند یکراه اهمیت بزرگ تاریخی دارد. تشبوس برای جمهوری تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های کشورهای آسیای مرکزی بسیار با منفعت کشورهای ما نیز است. قابل قبول است چون که هدف پیش از همه احیای روحی تاریخی راه قدیمه ابریشم است. یعنی از آن مکانیزم های کهن برقرار کردن ایده نو است ولی از نو برقرار کردن آن رشته های کهن قدیمه این راه. تاجیکستان اولین کشوری می باشد که یادداشت همکاری در اجرای تشبوس یک کمربند یکراه را امضا کرده استراتژی رشد ملیش را با این طرح هماهنگ می کند. از 25 تا 27 اپریل انجمن یک کمربند یکراه با اشتراک 10 رهبران کشورهای عالم در پکین جریان دارد که در آن تشبوسی برابر با $1 تریلیون چین در مسئله ساختمان راههای ماشینگرد و آهن، بندرها و پیوستن انفراستراکچور انرژتیکی چین با اروپا و افریقا و گوشه های دیگر آسیا بررسی می شود.
президент تاجیکستان باور دارد که تشبث تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمونیکاسیونی بیرون میکشد. هم تاجیکستان هم کشورهای آسیای مرکزی ما برای بابر دستیابی نداریم، یعنی راه نیاوریم. برای همین هم عملی گشتن انهمی برنامه تشبث سی سیمپین دایر به یک کمربندی راه آید به احیای راهی کوهنی ابریشم یا که راهی ابریشم در سطح این راه یا که بنیادی کمونیکاسیون راههای آهن راههای ماشینگرد می تواند کشور ما را و منطقه را نیز با راههای بندرهای آبی پیوست نماید. چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاجیکستان است. با کمک این کشور در ناحیه دنغره شرکت نساجی بنیاد شده است که سرچشمه مهمی ورود ارز خارجی به حساب می رود. همچنان چین در بنیاد راهها و تونل‌ها و مرکز گرمایدهی دوشنبه 2 سهم گذاشته است که کمبود گرمی در خانه‌های ساکنان پایتخت تاجیکستان را از بین برده است. گرایش اقتصادی بیرونی بیش از حد دوشنبه به سوی پکین اکثرا انتقادها را در دایره کارشناسان مستقل به بار می آورد که در طرح نو چین افزایش وابستگی مالی به این کشور را می بینند. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح یک کمربند یک راه خاصیت ژئواستراتژیکی دارد و به دستیابی به ذخیره‌های ارزان و ایجاد زیرساخت‌های لوجستیکی برای کشاندن آنها به چین نگرانده شده است. امریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این تشبث چین را تنقید کرده و می‌افزایند سیاست قرضدهی چین برای بنیاد انفراستراکچور منطقوی قرض را به دوش کشورهای در حال رشد بار می‌کند که قدرت پرداخت آن را ندارند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. گران نمودن نرخ برق یکی از نکته‌های برنامه نجات شرکت برق تاجیک است که حکومت تاجیکستان تهیه کرده است. همکارم عبدالله شورف با تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب نخست بگو که چرا بالوروی نرخ برق تا سال 2025 ادامه میکند و آیا از حالا معلوم است که قیمت چقدر خواهد بود؟ سلام شهلا. موافق برنامه نرخ برق تدریجاً بالا می رود و تنها سال 2025 به حالت می رسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. موافق برنامه قبول شده قرار است نرخ برق سالهای 2020 و 2021 15% و سالهای 2022 2024 8% بالا رود. تشخیص اودیتوری برق تاجیک ثابت کرده است که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیتش بیش از 3 میلیارد سومانی زیان دیده است. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به بیش از 22 میلیارد سومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد سومانی آن قرض اهالی گفته می شود. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان‌های دیگری بین‌المللی کمک مالی خواسته است. از میان سازمان‌ها عین حال بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داده احتمال دارد در دایره برنامه‌های برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. خوب عبدالله، مگر بجز از گران کردن نرخ یگان واسطه دیگری نیست و سوال از همه مهم، آیا ساکنان امکان پرداخت پول برق با چنین نرخ را خواهند داشت یا خیر؟ شهلا، در یک تحقیقات اقتصاددان‌های بانک جهانی بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع برق تاجیک یک امر ناگزیر خواندند. از این رو عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالوروی نرخ برق به بودجه خانواده‌های نادار البته ضربه میزند و محض گرانشوی نرخ برق احتمال دارد تقریبا 58,000 خانواده را زیر خط فقر قرار بدهد. بنابراین بانک جهانی برای کم کردن تاثیر بدی گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده‌های فقیر در تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که در یک سال نه کمتر از 400 سومانی حکومت به آنها جبران پولی بدهد. عین زمان حدود 100,000 خانواده در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری کم بضاعت اعتراف شدند و سالانه 400 سومانی کمک پولی از دولت میگیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه‌های کشور شامل این برنامه شده حدود 200,000 خانواده از این
кӯмакпулиҳо баҳраманд шаванд. сипос абло барои суҳбат. ман ҳаминро ёдовар мешавам ки дафъаи охир моҳи ноябри соли гузашта нархи барқ дар тоҷикистон 15% афзудаву ҳоло барқи тоҷик 1 киловаттсоат нирӯи барқро ба аҳолӣ наздики 20 дирам мефурӯшад. барномаро идома медиҳам. 33 соли пеш дар ҳамин рӯз мудҳиштарин фалокати атомӣ дар нирӯгоҳи барқи атомии Чернобил дар Украина ба вуқӯъ пайваст. бар асари ин садама ҳазорон нафар дар Украинаву Беларус ва вилоятҳои ҳаммарзи Русия ва ҳамин тавр ҳазорон нафаре ки аз саросари Иттиҳоди Шӯравӣ барои рафъи авоқиби фалокати Чернобил сафарбар шуданд заҳролуд гаштанд. аз Тоҷикистон беш аз 6000 нафар барои рафъи оқибатҳои садама рафта буданд. ҳоло беш аз 1800 нафари онҳо зинда мондаанд. нафас каши қим буд. иҷозат набуд ки маҳӣ бихӯрем. маҳиёз ҳама чӣ гирифтанд, заҳролӯд шуданд. мурғо ҳамчун, севоям ҳамчун. вообще қабида намеши сево. меқабиди чиликид медромад мерафт. гузориши муфассал дар бораи ҳаёти Қудратлоҳ Ҳасановро бинандагони азиз метавонед дар вебсайт ва ё озодӣ видео тамошо кунед. хуб, дар додгоҳи олии Тоҷикистон мегӯянд солҳои ахир парвандаҳои оилавии марбут ба тақсими мерос зиёд мешаванд. аксари сокинон одат надоранд ки моликияти хусусиро бар асоси асноди ҳуқуқӣ сабти ном ва тақсим кунанд. дар натиҷа тақсими мероси волидон баъди марги онҳо ба қатъи робитаҳои хешутаборӣ ва эҷоди баҳсҳои тӯлонии додгоҳиву хушунат мепечад. сарвинози Рӯҳулло дар мисоли чанд хонавода ин мавзӯъро матраҳ мекунад. ما بچه‌م 2 ساله بود وقت چقدر تو 1 ساله 1 ساله تا 2 ساله بود با خانه رو خریدگیم اونجا زندگی کردگیم. خانه‌ای را که بعد مرگ شوهر به معرفت و پسر یگانه‌اش ماند به رضایت آنها فروختند. 12 سال است برای گرفتن خانه میراثی در دادگاه میکوبد. خانه را ایوار میرن ترس گام میزنه که زن اویله دار نیست ایده. نه فرزند داره نه اویله داره. خانه را میگیرن به نام خچون نترس تا میگذرونن دعوینس میده گویا که ما زندگی کردگی نیستیم در خانه هیچ کس نیست. خچون سرداری میکنن خیلی خانه را دست ما میکشن میگیرن. معرفت برادر شوهرش را به قلابی متهم میسازد. ادعایی که این جانب قبول ندارد. میگوید بعد مرگ برادرش یک همدیهه‌شان به نزد آنها آمده گفته است برادر مرحومش از او قرضدار است. سال 2015 دادگاه سینا حکم برآورد که به معرفت مرادова 146,000 سومانی بپردازند. نه پول را دیدند و نه خانه را. شرایط مزمین بچه‌م تا حاضر 18 ساله تا 19 سالگی را رفته است. من خودم کار کردگیم خودم گویا که بچه را خودم به جای رساندگیم یگان تایم را یاردم کردگی نیستم. پرونده از جانب سودی عالی موردی بررسی بر طبق قانون همسر و فرزندان در تاجیکستان میراثخوری درجه اولند. وصی با تصدیق نوتاریوس یا وصیت‌نامه تعیین می شود. در این حالت پروکورور می تواند حقوق کودک نابالغ را حمایت کند چون که با پروکورورها این خیلی صلاحیت قانون داده است. مقامات وصی پرستاری نیز می توانند وابسته به این مسئله گذاری کنند در نزد سود. همچنین کمیسیون حقوق کودک است. تقسیم میراث در تاجیکستان موضوع بحث برانگیز است. به قول جامعه شناسان در مورد میراثخواران نیز برخورد یکسان نیست. پسرها بر دخترها امتیاز دارند گرچند قانون به آنها حقوقی برابر داده است. همین مسئولیت ما که مثلا من حاضر برای دخترچه مثال آوردم میتونستم اونجا یکم پسرچه رو بگویم لیکن دخترچه رو میگویند که ها این مرد نیست این خانه پدر ما یک وقتی یک داماد بمیماند. بسیار حالت‌ها میشد که همین های زده میرونن از همونجا. кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Амрико аз фармони содагардонии дарёфти шиносномаҳои русӣ ба сокинони Донбасси Украина сахт танқид карданд. рӯзи панҷшанбе бо даъвати Украина ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид баргузор шуда ин кишварҳо бори дигар гуфтанд ки иқдоми Русия хилофи 2 созишномаи марбут ба ҳалли низои Украина аст. президенти Русия Владимир Путин 24 апрел бо имзои як фармон дарёфти шиносномаҳои кишварашро барои сокинони минтақаҳои зери идораи ҷудоихон дар Украина осон намуд. ва бинандагони азиз ин хабари охири барномаи имрӯз буд. агар мехоҳед гузоришҳои бештар аз инро тамошо кунед пас ба Озодӣ видео канали мо дар YouTube обуна шавед. ҳамчунин ахбори тозатарини Тоҷикистону ҷаҳон дар вебсайти радиои Озодӣ www.ozodi.org дастрасӣ шумо азизон аст. то мулоқоти баъдӣ худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.